امکان داره با این موضوع مواجه شده باشید که بخواید تولید محتوا و مدیریت شبکه‌های اجتماعی کسب و کارتون رو به شخصی بسپارید یا اصلا به عنوان فریلنسر بخواید این کار رو برای کسب و کاری انجام بدید. در هر دو حالت شما ابتدای این همکاری به یک چیز خیلی مهم نیاز دارید: عقد یک قرارداد شفاف، جامع و مطمئن بین طرفین. سوال اینجاست که ابتدای همکاری بین کارفرما و متخصص شبکه‌های اجتماعی ذکر چه مواردی مهمه؟ به چه نکاتی باید خیلی واضح و شفاف اشاره بشه و دو طرف چه انتظاراتی باید از همدیگه داشته باشن؟ من یک فایل نمونه از تمام موارد مهم قرارداد مدیریت شبکه‌های اجتماعی آماده کردم و کافیه به من اطلاع بدید تا خیلی زود براتون ارسال کنم. در ادامه هم خیلی خلاصه به مهمترین بندهای این قرارداد اشاره می‌کنم. 1. مدت قرارداد. بسیار مهمه که تعیین کنید طی چه بازه زمانی این همکاری اعتبار داره: 3 ماه، 6 ماه یا 1 سال. 2. شرح خدمات. کارفرما باید به طور کمی و کیفی تعیین کنه که انتظار انجام چه کارهایی رو در طول مدت همکاری داره. 3. پرداخت. حتما زمان و نحوه مراحل مختلف مثل پیش پرداخت و پرداخت‌های دوره‌ای رو مشخص کنید. 4. شاخص‌های ارزیابی. چندین KPI مهم در قرارداد تعریف کنید تا بتونید روند پیشرفت رو در طول همکاری اندازه بگیرید. و البته چندین بند بسیار مهم دیگه که حتما پیشنهاد می‌کنم با دریافت فایل نمونه قرارداد مطالعه‌اش کنید. باموبون، رسانه دیجیتال مارکتینگ.